این مدرسه شهر کنیبادام تا سال 2012 فعالیت کرد اکمل جان. از سال 97 شده شد. ما اولین دانشجوهای مدرسه امام ابو حنیفه شهر کنیبادام هستیم. 40 نفر رفتیم به امتحان. از بین آن 40 نفر 20 نفر قبول کردند. از بین آن 20 نفر 6 نفر تمام کردیم. 6 نفر دیپلم گرفتیم. سال 2001 مدرسه رو به ختم رسانیدیم. 6 نفر از 40 نفر. خلاصه کجا شدن؟ بعد 2001 تا سال 2012 مدرسه هر سال دانشجو می برآورد، ختم کننده ها. بعضی سالها تا 20 نفر برآوردگی هست. یعنی این مدرسه در کانیبادان بود، در اسفره بود، در خوجند بود، در مسچاه بود، در اورتپه بود، در ولایت سوخت 8 مدرسه بود. در تاجیکستان تقریبا تا جایی که میدونم 60 زاید مدرسه بود. کجا شدن اون تمام کننده ها؟ یعنی اونها هم علم دارن. در مدت 4 سال مثلا ما در مدرسه امام ابو حنیفه تفسیر جلالین خوانده بودیم. از تفسیر، از حدیث ریاض الصالحین پر را تمام کرده بودیم. 2000 زاید حدیث دارد. و مثلا از فقه اختیار خوانده بودیم، فقه حنفی. یا مثلا 4 دروس نحویه خواندیم، اصول فقه خواندیم، اصول دعوت خواندیم، مصطلح الحدیث خواندیم، 3 مبدأ القرائت خواندیم، صرف خواندیم، 22 باب. اون علم ها هم برای یک خطیب شدن و برای حلال و حرام به مردم رسانیدن خیلی علم است. یعنی آنهایی که در خارج تاجیکستان نخواندن، خودی در داخل خواندگی ها هم یا بعضی طالب علم ها بودن که در نزد داملاها خواندن. یعنی شرط نبود نیست که مدرسه خوانده باشه یا دانشگاه خوانده باشد. حتی مثلا بعضی داملاهای تاجیکستان از آنهایی که در دانشگاه خواندند و از مدرسه ها خواندند، فقط در نزد یک استادخانه اونها هم علمی بزرگ داشتند.